Аках инҷаст. Ягон бихоҳед бо ёки ба ҷамъ ягон шуд. Ака ба шумо дам чӣ шуд? Ака ба шумо дам. бача муртазо хай ҳавора ку фаҳмидем абр буд борон буд маёфта нарафтем айман черги ҷуда буша ту хабар надорӣ ай чӣ баъда мушкилӣ дошт давдаби амоа наи русӣ ман хабар надоштам чӣ гапе бачо ҳеҷ амиман чера мегӯем ман чера оз ман хатчи гап занам радай бояд 5 дақиқа пас бирасам хай тамомина манчерам пайдо шид маёфта ку ҳаво безе буд нарафтем хайна манчер боша на пага ҳаво додагия пага насиб масалан маёфтара диданаку алло ҳола бой манчер ҳамин наздикиё дар боша гӯш биёя бишинем пеш гайдаи ин ҳам доми вална рӯ парои доми вална чойхонаи чӣ шоҳрӯз даи саломаш бигӯро бачаҳо салом дӯзесам биё сраза биё хоб мали тамом рӯз биёяк пазан пага мере эйна закасо чишида ма барам биёрам ассалому алайкум. алайкум ассалом акам ду порс фатишурбои бихаги ака биёрмуда исламҷон ма ту сахти бад хафаям рости гап исломҷон рӯз сар шиду хай вазъиятҳоро мефаҳмӣ ки ҳозир зиндагӣ паваратҳои худша дорад хай зан назани ҷо мефаҳмем росӣ намефорам ягон тайтира безобита кунам ҳамаи ту барои худат мушкилӣ дорӣ барои худат зиндагӣ дорӣ саломат бошӣ ака ина мешидаку содиҷон чӣ хел тинг ҳама хуб наомад ёд душ кардам хай ҳама хел гап нест саломатӣ бошӣ чӣ ҳол дорем чӣ хели чӣ нақшаваст маслиҳат кардем аҳа мо фикр кардем ки маёфка бурем охӣ масъалаи маёфкара дидан дар кор будама хел нест ман гуфтам ки бия хай мисол манчер биёя қати манчер якҷоя маслиҳат кунем чӣ маслиҳат метем ростӣ маслиҳати ман шумо дар мияй беҳтарин фикр راستی شما تا جان که خونه میرویم پلیسا کیه؟ خوش آمدید دختری من به هیچ کجا نمی روم فهمیدی؟ ایلچی باز خولا در زندگی ما مونیا نشوید چی؟ زندگی؟ تا همین از زندگی میگوین؟ خواهی شب به خونه می بیایی نخواهی نمی آیی دختری من در یک خانه کلان و دخترچه‌اش تنها اگر به اینها یگون چی شود کی جواب میدهد؟ کی؟ خولا ما خوبسانی ما در بیرون نمیگردم یک قدر تلاش میکنم مهنت میکنم برای چی؟ برای دختر شما برای فرزندم نفهمی؟ شب و دیر اومدن معنای آن را ندارد که من با کلوپا میروم با سیر گشت میروم چی چیزی که میکنم برای دختر شما میکنم ما از کجا میدونیم که تو به آنجا میروی یا نمیروی؟ از کجا میدونیم؟ این را خدا میدونه از کجای آمدی؟ به همانجا رو من دختری ندارم که خودش قربانی تکنه فهمیدی؟ از کجای آمدی؟ به همانجا رو رفتیم دخترم؟ ای خدایا با من راهی درست را نشان ده
ای بچه های چیزایی هاش کی شده؟ هم پاکت طبیعه اونجا باید باشه. نیست یا که پاکت اینه یا نونه تمام. ای بچه نیست های چیزایی مایده چوده هاش. چی؟ مایده چوده هاش هنه آوردین. ای بچه با یک گوشبریان خوری نمیشه آخی آش باید باشه. خیلی نمیدونم نیست های آخی. یا فکر است های اوز بیشت. چی فکره؟ اوز است های چوی خونه. تمام حال میکنیم او زیاده. زنگ بزن خیلی نباشه 6 پرسه کس که؟ الو السلام علیکم اکا سوز خوب تین؟ راستی اکا جان بالای همی بای غلبه برامدگی هم استراحت یک 6 پرسوس دستفکر مکده میتونی اکا؟ یک گپت ندارم اکا جان از او رحمت باشی خوب مسئله اوشم گوشگیران که نصیب باشه اوزی نصیب باشه یک گوشگیران دیگه با مزه یگو خود داری؟ نه وقت نکردم از کجا خبر؟ این طرفی ها؟ روزی در خونه چکار بکنی؟ وقت نکردم چکار بکنی در خونه؟ خیلی کار داشتم از کجا خوره چیکار میتونم؟ زن برای چی هست؟ برای چی داشت بکنی؟ خواهد میشم هر دو نیستم نکن قربان من نیستم خدایا مرا با دوری فرزندم امتحان نکن من طاقت دوری او را ندارم دلم را پر از امید کن حتی آن لحظه هایی که همه از من رو میگرداند خدایا اگر سنجش است قوتش را هم ده اگر درد است درمانش را هم بده خدایا فرزندم را در پناه نگه دار و مهر مرا نسبت او جاویدان نگه دار چرا اینقدر فکر داره نپا جان؟ هیچ نه خواهر جان حالی هم در فکری اموین؟ نمیدونم خواهر جان زیق نشه نپا جان همش نغز می شود ای خواهر جان من از عاقبت این کار میترسم که عاقبت این رو به خوبی انجام نمییابد شما زیق نشه نپا جان خدا خودمش نغز می شود ای خواهر جانی ما شکر که هستی در بری ما میمرم شاید زحمتی چند ساله ما بینید
میبینی و بحر دلت کشوده میشود. چقدر شیرینی. ایا ها؟ دختر جا آمدی؟ ایا همیشه دخترچم چند بار بیدار میشود داداشم میپرسد دادام در کجای دادام در کجای گفتم در کوره وز میبیاد وز میبیاد داداش سراخ کرده ایستاده یا؟ با دختر گپ زن کی؟ داداش را فراموش کنه فهمیدی؟ دادا پدر ندارد. نفهمیدم کی را فراموش کنم. السلام علیکم شما ناس خوب. ناس چی گپه؟ چی گپ گذاشته؟ من نفهمیدم. کی را فراموش کنم؟ چی گپ میشید؟ شوهرشم میگم چوب است. شب بخواهم میبیاید نخواهم نمیبیاید. دخترم با دخترچش در یک خانه کلان تنها او اگر یگان واقعه شوه ما از کجا درک میبیم؟ از کجا؟ یگان واقعا نمیشه بچه. مردک کار میکنه هیچ گپ نه انتظار شوه بیسته در خونش. دیگه مردکا کار نمیکنه؟ نمیکنه. سحری میروه بگه راست خانه میبیاد. ما از کجا میدونیم این کجا میروه چیکار میکنه؟ این قدر مردکایی که در خارجان زنای ویا چیکار میکنن؟ سالها انتظار میشون نیستن کو هیچ گپ نه یک روز دو روز نامد کرده. جان چند درست میگویم زن با اون خودی شوهر میکنه که شوهرش همیشه در برش باشد درست لیکن شوهر من نه روز نه شب در خونه نیست بعضا شبا میشود تماما نمیبیاد. بسیار گپای خشو میزنی. من باور دارم که حاضی صبور را تلفن کنم در کار های ما را میبینم قریب هر روز میبینمش فقط فکری کار و زندگی خودش داره. منم قریب 24 ساعت در خونه نبودم نه که زنی ما باید برآمده بروه. این فکرتان خطا های نمیتونم بگم بکرتان. ما از کجا میدونیم که وای در کاره یا در یگان جای دیگه استراحت کرده ایستاده؟ من دخترم از وای جدا میکنم تمام و سلام. بچه چیکار میکنه کردن گیرین نه که ایمی کارهای کدکی تا وقت پشیمان شدین ایما مسئولیت نپرسین. نمیپرسیم جدا میکنم دم جدا میکنم کردن گید کردن گید. آره. ها چی شد؟ شک شدم ماندی. یک بار به حالش نگر چیزی هست که آرامش نمیماند. عاشق شده است کو؟ عاشق را همین بلا میزند دائم پریشان میگردد. شاید لیکن این عشق نیست چیز دیگر هم هست. خیر کنی از ته دیدیش در اومده پرسیم چی در داشته باشد؟ ها شدی برادر؟ ها؟ چی؟ نیم ساعت نگاه میکنم اوقات نمیخوری چی در داری؟ هیچ یگان مشکلی نیست. ها راست
ما در اینجا مشکلی رو نمیبینیم. مشکلی در خودی توست. حقیقت رو، راستش رو گوی. چی مشکلی داری؟ او خی گابزا مشینم خیلی خب کدا. راستی کمی فکرم در سرایو بند شد. چی شد است با سرایو؟ نمیدونم. وقتهای اخیر تماما دیگر خیل شده است. گپهایش، رفتارش، فکر میکنم که چیزی را از من پنهان میکند. شدی برادر، انسان وقتی چیزی را حس میکند بهوده نیست، لیکن پیش از خلاصه برآوردن عقل را کار گیر، نه تنها با احساس. من هم همین را فکر دارم، لیکن دلم آرام نمی شود. فکر میکنم چیزی را پای برده ایستادم، اما دقیق نمیدانم چرا. پس شتاب نکن، اول حقیقت را فهم. با او آرامانه صحبت کن. به دلیل گمان بردن میتوان همه چیز را از بین برد. دوستم، اول بپرس بعد غم بخور. نه اینکه خودت بهوده فکر کرده خود رو عذاب دهی. نه، این دفعه دیگر خیلی است. من حس میکنم که پس این چیزی هست، لیکن انیق نمیدونم چی. من باید این را فهمم. شدی اگر حقیقت را جویی، پس آرامانه بجوی. حقیقت خود آشکار می شود. ایزیگ نشه شدی، همش نازم شد. بابا گوش کردستم. نمیتونم اومده وضعیت ما خودت میدونی. آخه من گفتم که نمیتونم اومده. خب منم کوشش کردستم که پیشتون بیام. آخه نمیشه و وضعیت ما خودتون دیدستین. خودتون میدونی وضعیت ما چه خیلی اسلام جان آخه مرا بفهمیش، ما اومدن نمیتونم. یکی شده بود اسلامیش کرد. اگر شما میخواهید که خانه‌تان را زیبا سازید، پس از قالین‌های تهران استفاده برید. در اینجا قالین‌های دبی، قالین‌های تهران و قالین‌های خودمان نیز وجود دارد. صفت، زیبایی و نرخ دسترس. در اینجا شما نه تنها قالین ها رو بلکه کرپچه های رنگ و برنگ زمانوی رو هم یافتن می توانید. سراغ ما شهر دوشنبه نزدیکی فابریکه شیرین و دام دوشنبه سیتی می باشد. مرحمت بیایید.